آهنگی که در ابتدای برنامه شنیدید یکی از مقام‌های ترکمنه به نام قرمزی. همونطور که میدونیم هر مقام دارای قصه و حکایتیه که حکایت قرمزی مربوط میشه به موسیقی درمانی. در قرن 18 یکی از استادان برجسته ترکمن به نام کلبخشی زمانی که جوان بوده دوست پدرش ازش درخواست میکنه که کلبخشی بر سر بالین دختر بیمارش بره تا برای بهبودی حال اون سرش دوتار بزنه و بخونه. وقتی کلبخشی میره با دختر جوان و بسیار زیبایی روبرو میشه. موقعی که نگاش به گونه های سرخ دختر جوان میفته همون موقع آهنگی رو خلق میکنه که بعدها اسمش رو قرمزی میذاره. موسیقی درمانی در میان قوم ترکمن از دیرباز مورد توجه این قوم بوده که توضیحاتش رو از زبان مجید تکه نامدار ترکمن میشه. ترکمن از جمله مردمانی هست که موسیقی درمانی و اعتقاد به موسیقی درمانی درش هست. البته این خاصیت و یا این اعتقاد برمیگرده به زمان قبل از ظهور پیدایش دین مبین اسلام، یعنی در دوره‌هایی که هنوز دین اسلام به وجود نیامده بوده اکثر دین و اعتقادات مردم آسیای صغیر، آسیای کوچک، همین آسیای میانه که ترکمنان درش ساکن بودن، بودیسم و یا شامانیسم بوده و در اون دوره شخصی با نام شمن و یا شامان وجود داشته که 3 وظیفه رو در بین مردم ایفا می‌کرده. 3 وظیفه داشته: یکی وظیفه موسیقی دانی، یکی طبابت، یکی موسیقی روحانیت. این شخصی که شامان گفته می‌شده این 3 وظیفه رو که یکیش هنر موسیقی هست رو به نحو احسن میبایست اجرا می‌کرده یا میدونسته تا که به شمن گفته می‌شده. اما بعد از ظهور دین مبین اسلام و پیدا شدن طبقه روحانیت، عالم‌ها، شمن‌های قبلی یواش یواش خانه‌ها از بین رفتن، هرچند که تک توکی در حال حاضر هم پیدا میشه که میشه گفت اونها شمن‌های امروزی هستن. موسیقی از دین جدا شده و کسی که اینها اجرا می‌کرده اشخاص مختلفی شدن و موسیقی یواش یواش دست همون اشخاصی که بهش بخشی اطلاق میشه، بخشی گفته میشده افتاده و همون شمن‌های امروزی همونطور که عرض کردم الان تعداد خیلی انگشت شماری هستن که همون وظیفه موسیقی درمانی رو به انجام میرسونن. یعنی توی ایران هستن الان هستن و اونا پرخان گفته میشه. الان یه چند نفری هستن. ترکمن‌ها در قدیم اعتقاد داشتن کسی که سرخچه یا سرخک در میاره در زمان طفولیت، بچگی، در کنار این طفل مریض موسیقی زنده اجرا بشه، در سبک شدن بیمار و راحت تر سپری شدن و گذرانده شدن این بیماری سبب می شده و به نوعی در درمان این بیمار کرده. توی این موسیقی درمانی از چه سازه‌ای استفاده میشه؟ در گذشته ها اکثرا از نی و خوانندگی همراه نی بیشتر استفاده می شده، ولی در جایی که نی نواز یا خواننده نی نبوده از دوتار هم استفاده شده. به هر طریق منظور این بوده که در بالای سر بیمار موسیقی به طور زنده اجرا بشه. یکی از آلات موسیقی که در موسیقی درمانی ترکمن ازش بیشتر استفاده میشه نی 7 بنده. خانواده‌ای که بچه‌شون سرخک میگرفته از نی نواز و خواننده دعوت میکردن تا برای سلامتی طفل بیمارشون
بزنن و بخونن. به خواننده‌ای که در کنار نینواز میخونه نیخان میگن. با 2 تن از استادان نینواز ترکمن که خود در گذشته بر سر بالین بیمارانی که سرخک میگرفتن میرفتن گفتگو داشتم. ابتدا بشنویم صحبت‌های استاد ایل محمد قورچایی که هم نوازنده نیه و هم نیخانه. اون زمان تقریبا 40 سال پیش از این اون موقع سرخک در می آمد. بعد این روستاهای ما هم دیگه انچنانه مثلا دقت نمی‌کردن که ببرم سرخک بزنن اینا. بعد میگفتن خب بیا فلانی رو بیار مثلا نی بزنه همخانه بکنه این سرخک برطرف بشه. ما نمی‌زدیم اون سرخک، حداقل ما که نیم ساعت که زدیم دیگه اصلا این بچه که خوابیده بود پا میشد. کاملا شرح بدین، یعنی بچه چه حالی بود شما میرفتین اونجا؟ این بچه سرخک درمت کلن صورتش سرخ میشد. بعد روی این یه چادرایی بود، چادر چرشو بهش میگفتن، از ابریشم بود. اینو منداختن روش که دیگه این سرخک تاثیر نکنه که رفت بشه. ما میرفتیم اونجا نمیزدیم به این همین نیم ساعت اینا این سرخک رفت میشد. یعنی این بچه که خوابیده بود بلند میشد، بعد بابا آب بدید. روز فرداش اینا میرفت این بچه داشت اصلا کلن اصلا این رفت میکرد. خب آیا ملودی خاصی رو میزدین یا هر چیز؟ نه هر چیزی اون خاصی نداشت. اصلا امکان نداشت که مثلا همین نی به سرخک نی بزنی رفت نشه. یادتونه آخری که سرخک داشته و نی زدید و بلند شده چند سال پیش بوده؟ شاید 35 سالی نمیشه. چرا بر افتاد این کار؟ خب بیوردن وقتاش میزدن دیگه. بعد سرخک موقع بچه کوچیکی شد تو گندق بود میبردن مثلا چیز آمپولش میزدن، بعد دیگه این رفت میشد. یعنی دیگه چون سرخک از بین رفت شما دیگه بله دیگه فقط این مریضی رو شما بود؟ بله این فقط برای سرخک. یعنی من خودم با چشم خودم بارها بار نشستم و همونجا که رفت شد دیدم. استاد نظرلی خوجملی نینواز ترکمن از جمله کسانیه که بر سر بالین بیماران زیادی نینوازی کرده. سرخک در می آوردن. اون موقع دکترم اون صورت نبود، خب فرهنگ منطقه هم خیلی پایین بود، دکترم کم بود. یه بچه که سرخک می گرفت نینوازی می کردن، دعوت می کردن، خواننده نینوازه رو دعوت می کردن و مردم هم جمع می شدن. همونجا مریض می خواباندن با چادر قرمز رنگ هم بهش می پوشندن، ابریشمی بود. بعد این بچه می دیدید مثلا 3-4 روز هنوز آب نخورده بود، از بس که تبش بالا آمده بود، تبش شدید بود، این سرخک هم رو نیامده بود، هنوز در داخل بود. بعد این نینوازی را که میکردن سرخک یهو میزد بیرون. وقتی که بیرون میزد بچه کمی جانش به جا میامد، تقاضای آب میکرد، میدادن او نقل و نوات میپاشیدن که بچه به زبان آمد و فلان و. خب حالا شما پیش اومده بود بالای سر بچه که سرخک داره نی بزنید بله. ولی خوب نشه؟ نه اغلب خوب میشد. من اصلا یادم نیست. سرخک میگه اینه یه عروسیه که خودش به حساب زیبا پوش میکنه. سرخک میگه عاشق همین ساز آوازه میگه، چه دوتر باشه چه نینوازی باشه این دیگه عاشقشه. سرخک یعنی این خصلت داره.